سلام و درود خدمت همه خانواده مثبت رپ. به خونه خودتون خیلی خیلی خوش اومدید. اولین ویدیویی که خدمت شما هستیم. خیلی تو شورت ویدیو همون به ما لطف داشتید، واسه همین تصمیم گرفتیم که بیایم جلوی دوربین. اگه کماکارسی چیزی بود از ما ببخشید، به بزرگی خودتون و نابلدی ما. برگشتیم خدمت شما دوستان. 4-5 تا از ویدیوها رو تو همین اکسپلور به صورت رندوم نگاه کردیم، برای شما گذاشتیم کنار که با هم نگاه کنیم، با هم نظر بدیم. به ما تو کامنت ها بگید که کدوم استعداد از همه بهتر بود. بریم سراغ گزینه یک. یه خانومی هست به اسم ایوان اوفیشیال 051. بکنم بچه مشهدم باشه. هستیم اونجا 051 سیپو بکش بزن چفن بش مدو شو رو 4 تا اسممه میگم پلن سواره اسنفشه وایسا پلن سوار اسنفشه میگم پلن سواره اسنفشه وایسادن پشتمن بلاگیا پشتمون میگن دیگه چیا به ما اینقدر گوه نخور برات زیاده ها به خونه دورش بگو بیاره باز. آبجی عزیزم تیر زدی، هم قافیت هم حرف یاده بگم از چی بتل میکنن ولی نبا هر کی لاتی پو نکن خیطه واسه هر کی اگنگ نگو تو تربنگی از جنگ نگو تو پای بنگی. زن پسر جیب همه کف خیابونه هرچی سمیه میپاچونه مامانم پای کار میگه بیا خونه کارات مثل فیساتونه باشم با میخوری سیست کیری کجه داری میسوزی آچه فیتیلته لابا تو اما بهتری دارم میبینمت خواستگاریت میام به هم بگی بله رفتتون پوز شره حالتو پوز بده بیافم قرمزه قاتل کیف بوده این بچه به ما نمیام ملکه این سوزه کلمون رفیقشنه خدایی بهتر بود از اون قبلیه. آقا به حق بگیم این کارش از اون قبلی بهتر بود. اگه دوست داشتید میتونید برید پیجش هم فالو بکنید، از رپرهای نو حمایت کنید، از ما هم حمایت کنید. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. بریم سراغ رپر دوم. فکر کنم از برادرای افغانیه، یعنی افغانستانی. الان حیف می‌کنم. خوبه. خب موضوع شعرمون امروز رپ یا همون هیپ هاپ ساده یه گوش کردن چرا برام نیست ساده یا اصلا چرا باید کلمه ها اینقدر سری پشت سر هم بیان تا سخت بشه فهم واژه. ببینید ما اومدیم سب کن آقا هنو مونده تو رپ چرا فوش میده باشه سبکش سبک بگو مگوهای آهنگای سیناساییه که خودش میگفت، از این ور هم جواب میداد خودش. اینم همون سبک داره. هر چیزی رو میشه خوندش تو بس محبوبیت طرفداراش زیر 30 سال حرفاتون رو میشه داداش اینجای حرفتو قبول ندارم. محبوبیت زیر 30 سال. بهترین رپرای ما همه بالای 40 الان. زیر 30 سال ولی سوال هنو مونده. ببینید این چیزی که شما میگید درست ولی فست خونی یه شاخه از شاخه‌های سبک رپه همیشه جوری خون که کلمات واضح باشن هم مثل امینه یه دقیقه 10 تا صفحه. این سبک موسیقی قاعده‌اش جزئی یعنی که تو چارچوب و قاعده خاصی نیست، یعنی میشه راحت گفت از فرق و درد و مهاجری اعتیاد تنفوشی پریودی قاعدگی. پس میشه رپ بدیم موضوع رو به ساله که اکثر طرفداراش چرا زیر 30 ساله چون میشه اونس گرفت با مخاطب باروک بودن. البته این یه دلیلشه واقعی که میگم باش و اینجا سوال کردی هر چیزی رو میشه خودش بهترین توصیفش و سیناسایی و دقیقا گفتم مثلا نگار اسطوره‌اش و علاقهش به سیناساییه. سیناسایی برات خونده بهت میشه گفت بله هر چیزی رو میشه رو کرد. میشه موضوعات این سفر دستبندی کرد. ببینید رپ مبتنی به اصل سلیقه است، یعنی موضوعاتش برمیگرده به بحث شخصیت. همین دامنه گسترده نطفه عطف قضیه است که فعلا همچین چیزی جای دیگه بنده ندیدم. مرز واقعیت مرز رویا مرز حقیقت. میتونم کودکی باشم که فقط حرف بد بزنم یا بالغ میلیونری که ترک تحصیل کرد. میتونم پزشکی باشم که میگیرم دست مریضم که لطفه یا سربازی که تو صف ترخیصم. چند خوب بود، دوست داشتم. بریم سراغ استعداد سوم.
که خیلی فکر کنم دیده باشیدش. اسمش آتاست و با مشکی هم بیف زده بود، ولی کاراش انصافا خوبه. باید چیکار میکردم که نکردم؟ با هم حرف بزن. چرا با تو بودن همش میده بود درد سر. واسه لاید به اسم عشق منو کشتی و قلبمو شیکوندی. نوازشات بهم ضربه زد. من هنو عجیبه که دارم به اتصلاف. میشه حتی بی معرفتیت نوشته کتاب. نشد یه روزو بگذرونم بدون استراب. هنو ناشناس میگیرمت گوش کنم به صدا. کلمه به کلمه تو حفظم لامصب. میخورم تا آخرش حسرت تا هستم. من عاشق گلای طبیعی بودم و تو چه دست گلی دادی دستم. با رفتن چقدر رفتم همه چی تو هم. انقدر بلده تو بهم نگی میدونم. همه میگم به درد من نمیخوری، اما عدید من همه دیوونن. اینا چه میفهمن چشای تو چی داره توش دلبر. دلت چه دریایی بود. خیلی خوب بود اینجاش. دقیقا درد عاشقا میگه. اینا چه میدونن تو چش تو چیه دلبر. دریایی بود که تو شده این دل غرق. دل میزدم واسط مبادا که بری. چی شد که اون دل دریایی هم آتا آهنگاشو شنیدم، پیجش هم دیدم. خدای خوبه، یعنی واقعا خوبه. مبادا که بری. چی شد که اون دل دریایی هم دل کرد. فکر و خیالا دیگه به اعصابم زده. رد دادم سره دستامم بریم سراغ ویدیوی سوم. Oh my god! به اسم لیلنا اگه اشتباه نکنم. حالا نه به صورت رندوم. یه بار اومد و خوندم دری گفتن کوچی رو دوی رحمدی احترام میلون و هرکی پشتم هرکی مشبه رو حسه رشتم غیرت دارم نسیر وحشی زیرم یوگم نیگن نستی همه شده داری بره خشمی بوتن کشتم با تیر مشکی تو کوبی میری بی ماج نستی مغزت ایگن قاج صدا نداری پاش وقتی خوندم میگو باش رفتیم بگو آخر نور بس که ایلون با پاشون مقداقیت روشن مثل روز تیتر باسکری بی بود آجی فعل و تکنیک خوندنش خیلی خوبه. از سرعتی هم میخونه، فقط به زبون خودشون میخونه. من متوجه نمیشم حقیقتا، ولی فعل و قافیه‌اش خوبه. هدفون ساختن عقیده باور اونو باور زنده شروع مسته برم غارت خوبی که باور سالن میمونه سی پشت منی یکی اسمت کنه پاک سی جلبیده بر هر کی میخواد حمایت کنه لیلنا تیریتی. بچه استعداد شماره بعدی اسمش هست پاک 021. بعد نوشته پاپیون پاک. هنوزم مخالف و قوانین ماتریکسم. هنوزم آگاهانه پای حرفم پای. آقا من خندم گرفت چون بنده خدا لخت هستم. لباس نرده نیستم نه مسیحی نه مسلمون نه آتئیستم. فقط روحم خبر داره کیم و چیستم. مشخصه چی داره میگه دیگه. نه مسلمونم نه آتئیستم نه خدا رو قبول دارم نه مسلمونم. میگه فقط خودم خبر دارم که کیم و چیستم. این دوربینا همه منو زیر نظر دارن. اینا از چیک و پوک زندگی من خبر دارن، ولی نمیدونن تو سر من چی میگذره. اینا نمیدونن که درون من چه خبره. یه سوال این نفر عقب یک چی کار داره میکنه واقعا برام سواله. بعد میگه همه دوربینا منو زیر نظر دارن. کنجکاو شدم ببینم چند تا فالو داره. 19 تا. بد نیست خدایی. من چی میگذره. اینا نمیدونن که درون من چه خبره. چیزی که همه میبینن فقط رخ منه. طرز فکر من پنهان شده از دیده. پیروز مال همه است دیگه. طرز فکر تو مغزمونه، از همه پنهونه. خب به قول بهرام جیبامو نگرد. همه به قول بهرام جیبامو نگرد. اون چیزی که دنبالشی تو مخ منه. حلال زادا من زندم کماکان مثل پاپیونم. منظورت حلال زاده ها بود؟ فکر نکن. مثل پاپیونم تو جزیره شیطان. مثل یه گلم که لای بتونه زنده. مثل سمفونی های بتوون. شعرش خوب بود هم اجراش خوب بود. فقط جالبه که لباس نداره. بله خب ویدیوهای دیگه هم داره. کارش خوب بود خدایی. اینم اگه دوست داشتید میتونید برید حمایتش کنید. پاک آندرلاین 021.
تا اینجا نظرتون کی بهتر بوده؟ بریم سراغ نفر بعدی که آخری هستش. مسیح GMI. بچه اول پیجشو نگاه کنیم. 9000 تا فالوور داره، 9 تا پست داره، 9000 تا دنبال کننده هم داره و در از 7 تا ریلز گذاشته. من می‌نویسم چون قلم میزنه تو سینه‌ام و تو کارم اینه رپ کنم تو لب خط من عاشقم. چهره خوب، فیس خوب، موها فرفری، فقط یه چیزی صداش میکس شاهین نجفی و خر شرکت. اگه ناراحت نمیشید آقا دقت کن، دقیقا صدای شاهینه و خر شرک. خر شرک هم توهین نیست، یکی از بهترین دوبلورامون دوبله کرده. از اول گوش کنیم. من می‌نویسم چون قلم میزنه رو سینه‌ام و تو کارم اینه رپ کنم تو لب خط من عاشق مسیرم نشستم پشت میکروفون این فرشته ها بهم میگن راهمو برم. حواست تو جمع کن صداشو کم کن این نوار چیه گوش میدی موزیک خودمه قربانی یارو یکی از گنده های رپه بکنیمش گونی تا گنده های رپ منظورت خودتی؟ میگه این یارو چیه گنده های رپ بکنیمش تو گونی. آره خوبه داداش. صداشو کم کن این نوار چیه گوش میدی موزیک خودمه قربانی یارو یکی از گنده های رپه بکنیمش گونی تا کار بیاد دست صبح I put the gun in the bag I raise the flag دو زبانه. Traffic gets me down stash the drugs in the back all the shit absolutely the cops so call me back one faster stay focused on your past I'm like that bitch just be your own witness mind your own business less like more action that's the difference به خودت کن لگه خدایی خوبه. اینم از آخر ویدیو. به نظر شما کدوم رپر یا این استعداد از نظر شما بهتر بود؟ خیلی ممنونم که تا اینجا تحملمون کردید. با لطف شما بود که رفتیم بالا، یعنی هنوز نرفتیم بالا ولی خب همین 6,000 تا سابسکرایب هم به لطف شما بوده. امیدوارم که روز خیلی خوبی رو داشته باشید. تو این شرایط سخت حالتون همیشه خوب باشه. اگه دوست داشتید کامنت بذارید تا بریم برای پارت های بعدی. اینجا چنل من نیست، خونه خود شماست. روزتون بخیر و حال خوبی داشته باشید هر زمانی که این ویدیو رو دارید میبینید، حالا چه صبح باشه چه شب باشه چه ظهر.